سلام. امروز با هم دیگه یاد میگیریم چطور بتونیم بالای کامپیوتر خود زبان دری یا پشتو یا فارسی را اضافه بکنیم. در جریان تایپ کردن، در جریان که شما میخواین در بالای بعضی برنامه ها با زبان خاصی میخواین تایپ بکنید ولی غیر از زبان انگلیسی زبان دیگه وجود نداره. چون از زمانی که شما کامپیوتر خود ویندوز میزنین تنها زبانی که بالای کامپیوترتان هست به شکل پیشفرض انگلیسی است. شما اگر دوست داشته باشین که زبانی که لازم دارین اضافه بکنین باید چیکار بکنین؟ در قدم اول شما باید تنظیمات زبان کامپیوتر رو باید پیدا بکنین که در کجا قرار داره. در ویندوزهای مختلف تنظیماتش در جاهای مختلف وجود داره. از تنظیمات ویندوز 7، 8 و 8.1 اینا در قسمت کنترل پنل موجود هستن و اگه شما بخواین در ویندوز 10 و یا ویندوز 11 بخواین پیداش بکنین باید در قسمت استارت آمده بالای بخش تنظیماتتون بین ستینگ یا از پایین یا از بالا فرقی نداره. شما اینجا اگه دقت بکنین یکی recommended setting هست، یعنی جایی که من از قبل رفته بودم برام نشون میده. شما چیزی که لازم دارین سمت چپ، البته در ویندوز 11 در قسمت سایه بخش time and language میایین و در این سایه آمده اینجا گزینه دارین به نام time and language که شما موضوع language and region لازم دارین. در سایه language and region نوشته است که Windows Display Language Preferred Language Regional Format. شما زمانی که بالای سایه کلیک میکنین تنظیمات براتون باز میشه که اینجا اولیش چی هست؟ Windows Display Language هست. منظور از Windows Display Language چی هست؟ اینمی زبانهایی که شما با کمک زیاد میفهمین که قسمت برای چی هسته اینا رو میگن Display Language، یعنی زبان نمایشگر روی کامپیوترتون چی باشه. فعلا از ما به شکل پیشفرض چی روی تنظیم هسته؟ انگلیش تنظیم هسته. شما اگه بخواین نرم افزارهایی وجود داره که شما میتونین ویندوز کامپیوتر خود در هر زبانی که بخواین تغییر بدین. ما شما چیزی که اینجا نیاز هسته که چطور بتونیم زبان فارسی را مثل ما که بالای کامپیوتر خود ما اضافه کردم داشته باشیم. حالا من میام در اینجا کلیک میکنم، ریموو میزنم، زبانم چی میشه؟ حذف میشه. حالا اگر ما بریم در برنامه ورد، حالا ما در برنامه ورد میخوایم یک مقاله تایپ بکنیم. فعلا شما زمانی که میخواین تایپ بکنین در قسمت پایین براتون نمایش میده که با کدام زبان در حال تایپ است. چون من فعلا یک زبان دارم در اینجا برام نمایش نمیده چون نیازش نیستم. اینا اگه دقت بکنید من نوشتم میکنم فرض مثال محسن.40 مشکل نداره. گپ اینجا است که قبل از اینکه من زبان اضافه بکنم از روی کیبورد خود من باید کدام کلیدا رو بزنم تا بتونم زبان انگلیسی خود تغییر بدم به زبان فارسی. یعنی منظور میگه که زبان نوشتاری خود تغییر بدم به زبان فارسی یا دری یا پشتو، هر زبانی که شما میخواین. از روی کیبورد خود ما کلیدهای ترکیبی داریم به نام شیفت آلت یا آلت شیفت. در بعضی ویندوزها میتونید از کلید وین کی همراه با اسپیس استفاده میکنید که فعلا چون من هیچ زبانی غیر از زبان انگلیسی ندارم هیچ کار نمیده. خب ما شما باید چی کار بکنیم؟ زبان فارسی را یا دری را باید بالای کامپیوتر اضافه کنیم. پس من در قسمت سایه بخش تنظیمات در اون سایه که هستیم. کسایی که نفهمید میایم در سایه بخش استارت بالای ستینگ بخش تایم اند لنگویج، بخش لنگویج اند ریجن و در قسمت بخش preferred language. کسانی که میخوایم مستقیما در این سایه را پیدا بکنه در سایه سرچ میتونید نوشته بکنید عبارت language setting. بالای از گزینه کلیک کنید مستقیم در این سایه. دیگه نیاز نیست که شما اول تنظیمات رو باز کنید بعد در تایم اند لنگویج بریم بعد در این سایه. بعدش یک گزینه میبینید به نام چی؟ به نام add a language. بالای از گزینه کلیک کرده و اینجا همون زبانی که شما لازم دارین در این نوشتن میکنید. مثلا من زبان چی کار دارم؟ دری. البته در ویندوز 11 به نام پرژن افغانستان یاد میشه زبان دری. خب شما در بالای از کلیک بکنید درج میشه. چون در عین تایپ کردن ما بعضی مشکلات پیش میاد بر ما، مثلا از قبیل ازی که شما بخواید یک متن کشیده نوشته بکنید در زبان دری فارسی نمیشه، شما مجبور چی رو نصب بکنین؟ فارسی رو نصب بکنین. حالا من میام در بالای از کلیک میکنم و next. اگه اینترنت داشته باشین در بالای از باز فیوچر هایی که لازم داره
خودش دانلود کرده و بالای کامپیوتر ما اضافه میکنه. من اینستال میزنم دیگه، پشت از این موضوعش نگردیم. شما قسمی که میبینین در سایه پایین که بیاین میتونه همراه با ماوس و اشارهگر خود کلیک کرده و زبان خود تغییر بده. اینجا برای ما گفته مثلا شما میتونه همراه با وینکی، همراه با اسپیس بار میتونه زبان خود تغییر. من همون کارو میکنم، وینکی همراه با اسپیس میگیرم، زبان خود بین زیاد میتونم چیکار بکنم؟ تغییر بدم. و اما کلیدی که براتون گفته بودم، کلید چی؟ کلید آلت همراه با شیفت یا شیفت همراه با آلت فرق نمیکنه، سر راست برعکس نداره. شما نمیشه میکنیم مثلا انگلیسیسته، باز برای اگه بزنم فا شد یعنی فارسی. مثلا من نشون میکنم به نام خداوند. به این شکل میتونید چیکار بکنید؟ شما زبان خود میتونید بالای کامپیوتر خود اضافه بکنید. شما اگر بخواید زبانی که اضافه کردین حذف بکنید چیکار میکنید؟ دوباره برمیگردید در سایه بخش تنظیمات. در سایه بخش تنظیمات اومدین بخش تایم اند لنگویج و بالای لنگویج اند ریجن کلیک کرده و زبانی که مثلا لازم ندارین در بالای 3 نقطه کلیک میکنین و ریموو میزنین و زبان حذف میشه. خب این شکلی بود که شما میتونید چیکار بکنید؟ زبان کامپیوتر خود اگر نداشته باشین اضافه بکنید. در قسمت آخر ویدیو من از شما خواهش میکنم اگر ویدیو مفید بوده براتون لایک کنین ویدیو را، اگر سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنین و اگر این ویدیو به درتون خورد خب قطعا ویدیو آینده به درتون میخوره. زنگوله هم همیشه وقت روی آل بذارین تا از ویدیو جدید من با خبر شین. وقتتون خوش، خدایا رو نگهدارتون.